از ملیحه خوشم نمیومد. زیادی چاق بود و قیافه دخترای امروزی رو نداشت، اما خواهرم پاش کرده بود توی کفش که یا ملیحه یا هیچکس. ملیحه خواهر شوهرش بود و از لحاظ اخلاق و نجابت چیزی کم نداشت، اما من از اون خوشم نمیومد. دروغ چرا؟ از همون روز اول چشمم به دنبال شادی بود و تو خانواده متوسطی به دنیا آمدم. پدرم کارگر بود. وضع مالی متوسطی داشتیم. از همون بچگی در کنار درس خوندنم کار میکردم تا دستم تو جیب خودم باشه. اهل ولگردی و رفیق بازی هم نبودم. تنها خلافم هم سیگار بود. دیپلمو که گرفتم رفتم خدمت. تا چش روی هم گذاشتم دوران خدمت به صورت برق و باد رفت. حالا بعد کاری رو شروع میکردم. با دستفروشی شروع کردم، کارگری کردم، باربری کردم. خودمو به هر کاری میزدم تا وضع مالیم خوب بشه. تا اینکه با شوهر خواهرم تصمیم گرفتیم کارگاهی دایر کنیم که از سر صبح تا بوق سگ 4 نفری اونجا کار میکردیم. جون میکردیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. همین روزا بودش که خواهرم پیشنهاد داد به خواستگاری ملیحه برم. اما من از ملیحه خوشم نمیومد. چاق و بی سر زبون بود، اما خواهرم اصرار پشت اصرار که برم برای ملیحه خواستگاری. اوضاع به همین منوال گذشت تا اینکه پای شادی به کارگاهمون باز شد. برخلاف ملیحه امروزی بود و خوش سرزبون بود. نگاه نافذی داشت و از زیبایی چیزی کم نداشت. کارگاهمون گرفته بود و قرار بود که برای کارگاه منشی دست و پا کنیم که شادی یکی از همین گزینه‌ها بود. از همون اول که با اون هم کلام شدم یه چیزی توی دلم تکون خورد و قلبم لرزید. خیلی طول نکشید که شماره هامون رد و بدل شد و روابطمون صمیمی‌تر. تمام ذهنم شده بود شادی. به جز اون به کسی فکر نمی کردم و هیچ کس رو نمی دیدم. وقتی خواهر و خواهر شوهرم دیدن روابطمون انقدر صمیمی شده و به نوعی به ملیحه پشت کردم، به بهونه حساب کتاب من از اونجا بیرون انداختن. از اونجا که بیرون اومدم تصمیم گرفتم برای خواستگاری از شادی اقدام بکنم و این مادرم بود که برام پا پیش گذاشت. در نهایت خواهرم وقتی دیدش کوتاه نمیام تسلیم شد. شادی خیلی زود جواب مثبتش رو اعلام کرد و با دست خالی زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. شادی همونی بودش که میخواستم. شوخ و امروزی، خوش سر و زبون، هر جا که میرفتیم به چند ثانیه نکشیده همه نگاه ها رو به خودش جلب میکرد. خیلی دوستش داشتم و برای خوشبختی اون همه کاری میکردم. یه کارگاه برای خودم دایر کردم. کم کم وضع مالیم خوب شد. ماشین خریدم، خونه، مغازه، سفرهای خوب. تازه داشتم خوشبختی رو با پوست و خونم حس میکردم و با آمدن دخترم به زندگیم این خوشبختی کاملتر شد. پوپک دخترم 1 ساله بود و به فکر راه انداختن شغل جدید دیگه‌ای بودم. کم کم حس کردم که شادی دیگه مثل قبل نیست. رفتارش با من سرد شده بود و به محل نمیذاشت. داشت مدام سرش توی گوشی بود و گاهی گوشیشو از من پنهون میکرد. نمیخواستم فکر کنم که به من خیانت میکنه، اما رفتاراش بیش از حد عجیب و غریب شده بود. تا اینکه یه بار موقع چت کردن مچشو گرفتم. با یه پسری که 2-3 سال از خودش کوچیک‌تر بود دوست شده بود و داشتن با هم گل میگفتن و گل میشنیدن. نمیدونید چه حالی شدم. کلی با هم دعوا کردیم و در نهایت شادی وسایلشو جمع کرد و رفت خونه باباش. حتی معذرت خواهی خشک و خالی هم نکرد. بعد از رفتن شادی خونه یهو خالی شد. پوپک بهانه مامانشو میکرد و واقعا کلافه و سردرگم شده بودم. حتی به خانواده‌ام هم نمیتونستم بگم در مورد این قضیه، چون شادی انتخاب خودم بود. چند روز بعد رفتم دنبال شادی. جالب این که با اینکه مقصرم بود با کلی منت برگشت. یه مدت رفتارش عادی بود تا اینکه دوباره حرکات مشکوک شروع شد. شبا بعد از من تا دیر وقت بیدار میموند و به بچه اهمیت نمیداد. مدام لباسای آنچنانی میپوشید و بدون اینکه به من چیزی بگه به بهونه کلاس از خونه بیرون میزد. حدس میزدم دوباره سر گوشش داره میجنبه، اما انگار نمیخواستم قبول کنم. باورم نمیشد شادی بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بینمون افتاده باشه به من خیانت میکنه. نه از محبت، نه از پول، از هیچی براش کم نذاشته بودم. از ته دلم دوستش داشتم و حس میکردم زندگی بدون اون برای من ممکن نیست. در نهایت یه روز وقتی تا دیر وقت به خونه برنگشت، به خونه که اومد دعوامون بالا گرفت. تصمیم گرفتم یه نقشه اجرا کنم. فردای اون روز ساکمو بستم و به بهانه مسافرت یه چند روزی از خونه بیرون زدم تا دورا دور شادی رو تعقیب کنم. چقدر دوست داشتم حدسم اشتباه باشه.
چقدر دوست داشتم ببینم که شادی به من وفاداره. اما دورا دور کنار خونمون واسادم و به در خونمون زل زدم. خیلی طول نکشید که شادی با یه سر و وضع آنچنانی به همراه پوپک بیرون زد. 10 دقیقه نکشید که پوپک رو به خونه مادرش رسوند و خودش هم از اونجا دور شد و در نهایت چیزی رو که نباید میدیدم و دیدم شادی سوار یه ماشینی شد که یه مردی که من اصلا نمیشناختم راننده اون ماشین بود. خیلی راحت به هم دست دادن و خوشو بش کردن و همدیگه رو به آغوش کشیدن و کارهای دیگه طاقت نیاوردم. همونجا از ماشین پیاده شدم و رفتم راننده رو کشیدم پایین و زیر مشت لگد گرفتم. شادی دیگه به خونه نیومد. طرز فکرش هم کلا عوض شده بود. منو امول میخوند و میگفت که این فقط یه دوستی اجتماعی ساده است. جالب این که مادر و پدرش هم از اون حمایت میکردن. چند وقت بعد شادی تقاضای طلاق داد. احمقانه بود اما هنوز میخواستمش و دلم براش تنگ میشد. به خاطر بچه‌مون و احساسی که هنوزم به اون داشتم خواستم اونو ببخشم و گفتم زندگی جدیدی شروع کنیم. اما در نهایت گفتش که دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم. انگار واقعا از من خسته شده بود و همین شد که در نهایت از هم طلاق گرفتیم. دوستای عزیزم، اگر شما هم تمایل دارین تا تجربیات خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارین، میتونید از طریق آدرس تلگرام که روی صفحه است با ما در تماس باشین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و کانالمون رو سابسکرایب کنین. ممنونم ازتون.